با وجود پیشرفت‌هایی که دولت هویدا اعلام می‌کرد در این مدت برای مردم ایران به دست آمده، هنوز نسبت پزشک به بیمار بسیار اندک بود. از لحاظ نسبت تخت بیمارستانی به جمعیت، ایران از پایین‌ترین کشورهای خاورمیانه بود. سپاهیان دانش بزرگترین و انسانی‌ترین سپارایی در برابر جهل و نادانی را شکل می‌بخشند. با وجود تبلیغات انقلاب سفید برای فرستادن سپاه دانش و رفع بیسوادی، آمار بیسوادان که قبلا 13 میلیون نفر بود، حالا در سال 1351 با افزایش جمعیت به 15 میلیون نفر رسیده بود و 68% جمعیت کشور بیسواد بودند. از 290,000 شرکت کننده کنکور، تنها 60,000 نفر به دانشگاه می رفتند که از ضعیفترین رتبه حتی در خاورمیانه بود. با اصلاحات ارضی تعداد تراکتورهای کشور 16 برابر و کود مصرفی 20 برابر شده بود. اما 96% روستاییان کشور حتی برق هم نداشتند. به ازای هر خانواده‌ای که حداقل 7 هکتار زمین می گرفتند، 3 خانواده دیگر آنقدر زمین کمی گرفته بودند که به درد کشاورزی نمیخورد. نتیجه این شد که ایران با اینکه در اوایل دهه 1340 صادر کننده مواد غذایی بود، در دهه 50 به وارد کننده محصولات کشاورزی بدل شده بود. روستاییان ورشکسته به حاشیه‌های شهرهای بزرگ هجوم می‌آوردند. این مهاجرت بی علت نبود. در تهران از هر 10 نفر 1 نفر خودروی شخصی داشت، در حالی که در دیگر نقاط کشور از هر 90 نفر 1 نفر خودروی شخصی داشت. تهران به شهر فرصت‌ها و رویاها بدل شد. روستاییانی که بعد از انقلاب سفید ورشکسته شدند با همین رویاها به تهران آمدند، اما عمدتاً سرنوشت دیگری یافتند. راجع به علل مهاجرت اگه ما بخوایم بحث بکنیم در این وقت کم، فکر می‌کنم نمیتونیم واقعا تمام عللش رو ذکر بکنیم، ولی یه تقسیم بندی ساده‌ای بخوایم بکنیم میتونیم بگیم اولین علتی که میتونم ذکر بکنم مسئله شغل و اشتغال. کشاورز میره طرف پر کردن زمانی که از این لحاظ براش آزاد شده. از کجا اومدین؟ کردستان اومدیم. از کردستان اومدین؟ برای چی اومدین؟ برای کارگری. اومدین کارگری کنین؟ چرا تو کردستان کارگری نکردین؟ والا تو ده ما کشاورزی نداریم، مجبوریم بیام تهران کار کنیم. چرا اومدین تهران؟ بیشترایی نداریم، آمدیم تهران آقا کار نداریم، نیست اصلا هیچ نیست. شما از کجا اومدین؟ مشنویه. برای چی اومدین؟ برای کار. نام محلاتی مثل مفتاباد، حلبی‌آباد، حصیرآباد و زورآباد گویای محتوای این محلات هم بود. در حاشیه صنایع آجرپزی سکونتگاه‌های کارگران مهاجر بنا شده بود که 46,000 نفر جمعیت داشت. 80% ساکنین این حاشیه‌نشین‌ها، یعنی همون روستاییان سابق، در کارهای غیر تخصصی و کارهای دولتی با دستمزد بسیار پایین کار می‌کردند و سالانه بین 3 تا 5 ماه بیکار بودند. سانسور شدید مانع از گسترش انتقاد از وضعیت جامعه میشد. ساواک با شدت حدت بر همه فعالیت‌های رسانه‌ای منتقد نظارت میکرد و تقریباً در همه موارد مخالفین سرکوب میشدند. عملاً هیچ حزب سیاسی مخالف سیاست‌های محمد رضا نیز باقی نمانده بود. این وضعیت جامعه را به یک انبار باروت بدل کرده بود. جامعه‌ای که قشر روشنفکر و طبقه متوسطش عموماً از دیکتاتوری و سرکوب سیاسی ناراضی بود و قشر فقیر حاشیه‌نشینش از بی‌عدالتی. این نارضایتی‌ها می‌توانست آخرین و شدیدترین طوفان زندگی محمد رضا باشد. طوفانی که به سرعت نزدیک می‌شد.